شاید برای همه شما این سوال به وجود آمده باشه که چرا در این جنگ حملات ایران علاوه بر تمرکز بر کشورهای حوزه خلیج فارس مثل کویت و بحرین یک تمرکز خاصی داشته بر اردن و پایگاه آمریکایی موفق السلطی در منطقه الازرق. خب من 4 دلیل رو آماده کردم برای ویدیو. اولین موضوعی هست که این پایگاه هاب عملیاتی آمریکا و حیاتی ترین مرکز لوجستیکی آمریکا در جنگ 40 روزه علیه ایران بود و همینطور خط مقدم پروازی و بارگیری جنگنده ها در این جنگ بود و تسلیحات سنگرشکن و تسلیحات سنگین و حتی بمب افکن ها اینجا می نشستند و بارگیری می کردند و به سمت ایران می رفتند. اما دلیل دوم این هست که مرکز عملیات و کنترل عملیات های شناسایی و پهپادی آمریکا که هم از طریق سنتکام مدیریت میشه و هم از شهر نوادای آمریکا به صورت راه دور کنترل میشه در این منطقه وجود داره. پهپادها از اینجا به پرواز در میان و از طریق پایگاه آمریکایی از راه دور کنترل میشن و اگر اینجا در ویدیو ببینید اینجا آشیانه های پهپادهای MQ9، اینجا یک MQ9 رو میبینید در بیرون پارک هست و اینجا آشیانه های پهپادهای MQ9 هست که ظرفیت حدود 30 پهپاد MQ9 رو داره و در این تصویر ماهواره‌ای اگر دقت بکنید این منطقه مورد حمله قرار گرفته دقیقاً در این زاویه و موشک ایرانی به این منطقه برخورد کرده. احتمالاً این دو آشیانه به صورت کامل نابود شده و این منطقه حدود 200 متر مربع فضا هست، اینا هم نابود شده احتمالاً. و اینجا هم که می‌بینید انبارهای لوجستیکی اینها هست، این انبار به صورت کامل نابود شده و آسیب به انبارهای کناری هم وارد شده. دلیل سومی هست که این پایگاه نزدیکترین پایگاه آمریکایی به اسرائیل و به ذخایر استراتژیک تسلیحاتی آمریکا در صحرای نقب و در منطقه بئرالسبع یا بئرشیوا در این منطقه هست. خیلی منطقه مهمی هست و این ذخایر استراتژیک را آمریکا نه فقط برای ایران که برای کل خاورمیانه در اینجا آورده. در جنگ 40 روزه ایران 2 بار با موشک‌های سجیل بسیار سنگین این منطقه را مورد حمله قرار داد، اما به اون منطقه برخورد نکرد. یکیش در این حوض در این ناحیه برخورد کرد که البته گوگل این منطقه را هاید کرده، دیگه اصلا شما نمیتونید جزئیات رو ببینید، و دومیش به این منطقه در منطقه هشرین برخورد کرد. از این منطقه بمب‌های سنگرشکن و تسلیحات سنگین و فوق سنگین آمریکا ترانزیت میشد به صورت هوایی از طریق هواپیماهای ترابری C-17 به موفق السلطی برای مورد حمله قرار دادن ایران. اما چرا آمریکا این مرکز رو انتخاب کرده به عنوان خط مقدم پروازیش؟ این هست که رادارهای هشدارسری آمریکا همونطور که شما اطلاع دارید در جنگ قبلی، در جنگ 40 روزه مورد حمله قرار گرفت و آمریکا فقط فکر می‌کنم یک رادار هشدار سریع و هشدار زود هنگام در پایگاه السلطان در عربستان داره و بقیه اونها آسیب دیدند و آمریکا مجبور هست دور بمانه از خطوط حملات ایران و حالا یک سیستم دیگه ای رو داره استفاده میکنه که تا اون ضعف رو پوشش بده. سیستم آگئیس هست که از طریق شبکه کردن سیستم های راداری خودش در منطقه از اسرائیل تا دریای سرخ تا خلیج عدن و ناوهای خودش در منطقه دریای عمان، از طریق شبکه کردن اینها تلاش داره میکنه که بلافاصله حملات به خصوص حملات بالستیکی از سرزمین‌های ایران رو شناسایی بکنه و تشخیص بده. و همچنین استراتژی ایران هم این هست که هرچه بیشتر این مراکز عملیاتی آمریکا علیه خاک ایران رو دور کنه از کشور خودش و احتمالاً در جنگ بعدی الازرق رو به عنوان خط مقدم نخواهیم داشت و هل داده خواهند شد در خاک اسرائیل و بنابراین احتمالاً حملات بعدی ایران به منطقه جنوب اسرائیل، صحرای نقب و همین بئرالسبع خواهد بود.